365 روز با پیام کائنات از کانال ما تیوب. خوک نمادی برای لذت بردن از زندگی. برای مردم ژرمن خوک یک حیوان مقدس بوده. خوک‌ها که نمادهای ثروت، رشد و وجود بی‌دغدغه هستند، امروز هم وقتی به عنوان خوک‌های خوششانس در شب سال نو تقدیم می‌شوند، لبخندی دلچسب بر لبانشان می‌آورد. در حیات وحش این دوستان چهارپا و سرگرم کننده وقتی آزادی خود را احساس می کنند با شادی و شور و نشاط زندگی می کنند. آنها به عنوان پیام آورانی از اجداد ترس از مرگ را از شما می گیرند. مسیری را نشان می دهند که به شجاعت، تسلیم ناپذیری، نشاط بی حد و حصر و نیروی حیات قهرمانانه می رسد. چه به عنوان یک قلک، یک خوک شکلاتی و چه در زندگی واقعی در یکی از موزه ها در فضای باز یا مزارع، دیدن این دوستان چهارپا نیروهای اولیه کیهانی را در شما بیدار می کند.